برنامه ما امروز در مورد حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی الله عنه در سال ششم از بعثت اسلام را قبول کرد. عمرش در این وقت 27 سال داشت. اسلام عمر بعد 39 یا 40 مرد و 11 زن بود. به سبب اسلام آوردن عمر رضی الله عنه مرحله دوم دعوت به اسلام شروع شد که آن هم آشکار کردن اسلام و آشکارا دعوت کردن به سوی یکتاپرستی بود. حضرت عمر رضی الله عنه صاحب هیبت بزرگ بود. عبدالله ابن مسعود می گوید از روزی که عمر رضی الله عنه به اسلام را آورد سر ما بلند شد و صاحب عزت شدیم. روایت بخاری. یعنی پیش از اسلام آوردن عمر رضی الله عنه صحابگان از جانب دشمنان الله بسیار اذیت می دیدند و مسلمانان از ترس مشرکان نمی توانستند که پیش از اسلام عمر الله را آشکارا عبادت کنند. عبدالله ابن مسعود می گوید ما مسلمانان به خانه کعبه رسیده نمی توانستیم تا آن وقتی که عمر اسلام را قبول کرد. ببینید که در مدت 6 سال پیامبری 50 نفر مسلمان شده بود و وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه اسلام را قبول کرد مسلمانان خیلی خرسند شدند و اسلام در مکه ظاهر شد. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ های بدر، احد، همچنین غیر از این جنگ ها در دیگر جنگ ها نیز اشتراک کرده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنها نبود و حتی در بعضی از این جنگ ها سرلشکر نیز بود و از جمله کسانی بود که روز جنگ احد همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم استوارانه ایستاده و از او دفاع کرده بود. یکی از سابقین و از 10 نفره به جنت بشارت شدگان بود. دومین خلیفه راشدین و یکی از خسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و یکی از علمای بزرگ صحابه بود. مسلمان شدن عمر رضی الله عنه به سبب دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت پروردگارا اسلام را با یکی از این دو مردی که کدام از آنها در نزدت دوست داشته تر است نصرت بده، یا با ابو جهل یا با عمر ابن خطاب. بعد این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شد. روایت احمد و ترمذی حسن و صحیحش گفته است. روزهای نزدیک تماشابینان عزیز، ما باز در مورد هجرت عمر ابن خطاب صحبت خواهیم کرد.